گفتا شیخا من اون چه گفتی هستم، آیا تو چنانکه این کسانی که حجاب رو به طور کامل رعایت نمی‌کنن اینا رو نباید متهم کرد به بیدینی یا ضد انقلابی. در جمع علما گفتم این رو، گفتم چرا شما متهم میکنید گاهی بعضیون این خانومی که حالا مثلا فرض کنید یه مقدار موهاش بیرونه یا به تعبیر رائد بد حجاب، اینا بچه‌های خودمونن، دخترای خودمونن، در مراسم ماه رمضان در شب‌های احیا با ریختای مختلف، قوارهای مختلف زنها اشک می‌ریزن. من حسرت می‌خورم به اون جور اشک ریختن. میگم ای کاش منم میتونستم اینجور مثل این دختر، مثل این زن جوان میدونستم اشک بریزم. اینا چطور میشه متهم؟ بعضی از اینها خانم‌هایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بد حجاب. حالا چیکار کنید؟ ردش کنید؟ مصلحت حق؟ نه، دل متعلق به این جبهه است، جان دل باخته به این اهداف و آرمان هاست. یه نقصی داره، مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقص های این حقیر باطنه، نمیبینن. گفتا شیخا من اون چه گفتی هستم، آیا تو چنان که می‌نمایی؟ همین خیابون ها یه عده جوونا بودن که حمله میکردن به بدحجابا. امام مکتوب نوشتن به ایشون که برید این جوونایی که حمله میکنن بدحجابا بگیریدشون، بزنیدشون، زندانشون کنید، حبسشون کنید. مخالف بود امام. که بچهای کمیته اون وقت اومدن جلو این افراد رو، اونها بچهای حزب اللهی بودن، مطمئن نمی‌کردن کار رو، اشتباه میکردن. بعد هم موافق نیستم. بگی اینا اهل منطق نیستن، اهل جنجالن، اهل نمیدونم بی خودی حرف زدنن، اهل حمله کردنن، اهل شمشیر و داغ و درفشن. چرا ظلم نیست؟ من اینجوری موافق نیستم.